اطاعت کردن زن شوهری خود را ایره خدا در قرآن امر کرده است. الرجال قوامون علی النساء. اگر امر میشدم من این که غیر از خدا دیگر کس سجده کنن، رسول خدا گفت امر میکردم که زنهای امتی من شوهرهای خود را سجده کنن. از بزرگی حقوق شوهر. بدون اجازه شوهر زن نمیتواند روزه نفلی بگیرد و اگر بدون اجازه روزه نفلی گرفت با دستور شوهر باید بشکند و هرگاه فرصت داشته قضا بگیرد. مثلا که در باب احترام زن شوهر هم، در باب حقوق شوهرها هم این مسئله چندین بار تکرارم شدگی بود که زن به اجازت شوهرش روزه نافله باید نگیرد. از او روزه نافله گرفتن زن خدمت کردن به شوهر ضرورتر است. روزه نفل زنها عادت دارن ماه رجب میگیرن یا اینکه ماه شعبان میگیرن، همون باید با اجازه شوهرش باشه، اگر به شرطی که روزه قضایی نداشته باشه. امروزه زنها روزه قضایی بسیار دارن، در حالت حامله داریشون اکثرش میخوره، در حالت کودک خردسال دارن، مثلا شیر میدهن، یا در حالت حیض، در حالت نفاس قضایی های زیاد دارن. از این رو روزه های قضاییشون بدارن و نافله نه. اگر روزه نافله بگیره و شوهرش اجازت نده، از او روزه گرفتگیش ثوابی نمیگیرد. حتی اگر شوهر امرش کرده که روزه نافله تا بخور، زن باید که روزه نافله ش بخوره، در اطاعت شوهر باشه. چون که اطاعت کردن زن شوهری خود را ایره خدا در قرآن امر کرده است. الرجال قوامون علی النساء. اما روزه نافله را خدا امر نکرده است. اگر شوهرش اجازت بده روزه بگیره ثواب است، اجازت نده روزه نافله را زن باید که نگیرد. از اون روزه نافله که مادرها میگیرن یا خواهرها میگیرن یا که مثلا همسرای ما و شما میگیرن، ماه رجب میکوان، ماه شعبان میکوان، ما از همه منبر رسول خدا با اونها از روی قانون اسلام و از روی حقیقت میگوییم بشنون. اگر صدای ما به گوش اونها میرسد، روزه ماه رجب و روزه نافله را نگیرن، ولیکن دختراشون تربیه کنن، دخترهاشون با ستر با حجاب کنن. این فرض است. همچنان که نماز خواندن فرض است، ستر حجاب اسلامی داشتن هم فرض است. این خدا فرموده است. خدا، همون خدایی که ما و شما را خلق کرد، همون امر کردگی است. او روزه نافله نه، روزه نافله ش ماه رجب بخور، ماه شعبان بخور، اما دختر تا تربیه بکن که با ستر حجاب باشد، بی شرم نباشد، بی حیا نباشد. اگر مادر فساد شد جهان فساد می شود. مرد نه، زن فساد شد جهان فساد می شود. زن فساد شد جامعه فساد می شود. چون که همه از زن به دنیا میاد تولد می شود. دخترها هم از زن تولد می شوند، پسرها هم از زن تولد می شوند. اگر مادر فساد شد همه جهان فساد می شود. اگر مادرها عفیفه و پاک دامنی با علم باشند، همه جهان گلزار می شود. همه وابستگی به زنها است. از این رو روزه ماه رجب شعبان و روزه دیگر نگیرین، دختراتون تربیه کنین، پسراتون تربیه کنین، آداب تعلیم با اونها بتین، مهمون قبول کردنش با اون نشان بدهین. خب یک معامله بین پدر و پسر با اون نشان بدهین که پدر در خانه درآمد و فرزندش مادر تعلیم بده که از جد بخیز، احترامی رو به جا بیار. در وقتی از پیش پدر و مادر برآمدن پشتناکی باید ببرای. این آداب اسلام است، آداب قرآن است. اما افسوس که در این سالهای اخیر ما از این دور شدیم، از مدنیت دور شدیم، از معرفت دور شدیم. پشمان فقط به چیزهای بیهوده شد. حتی که فرزند در پیش پدر و مادر حقوقی گپ زدن ندارد، مادامی که پدر و مادر به او اجازه ندهد. از در آمدن در پیش او باید بخیزد، در برآمدن باید که پشتناکی ببراید. به هر کجا که سفر کرد حتما دعای پدر و مادر را گرفته بعد به سفر ببراید. انشاءالله که او خیلی فرزند در کسب و کارش، در
عمرش و در فرزنداش و در همه خاندانش برکات می یابد. قانون اسلام همین است. انا برای همین مادرها روزه نفلی نگیرن، اما دخترها و پسرهاشون رو تعلیم تربیت بکنن، خدمت شوهر بکنن. خدمت شوهر کردن خدا فرمود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود اگر امر میشد من این که غیر از خدا دیگر کس سجده کنن، رسول خدا گفت امر میکردم که زنهای امتی من شوهرهای خود را سجده کنن. از بزرگی حقوق شوهر، اینها از اون روزه نفلی او زن دیده ضرورتر هستند.